سلام خوش اومدید به این ویدیو. چه خبر؟ چیکار میکنید؟ سلامتی؟ سلام، من کفشم خیلی خوشگله، خیلی ببخشید دیگه، من کفش خریدم اون قسمت دیوار خونمون کنده شده، نمیدونم چرا. بدبختیم. پولی میتونید برامون بریزی؟ آفرین کفش خریدی، میتونستی پول کفشتو بذاری کنار، باش دیوار خونتون رو درست کنی. شنگل نانای نانای دیدیم بسیار گلودو، شنگل نانای نانای شنگل. سلام دوستان، چطوری؟ آقا چطوری؟ منشونو موشک زدن، دیدید؟ سلام خدمت شما دوستان عزیز، من پرنام هستم. بچه‌ها چطورین؟ بچه‌ها امروز یه ویدیو کوچیکه، این لحظه ای که پرهام گیم پلی که حالتون میشناسین 20,000 تا بالاخره داره، توی ضربات پنالتی جواب منو داده. آقا برو بریم ببینیم که چی گفته و چیکار کردیم و برو بریم آقا. بعد از هر چیز لطفا کانال راپورت ما رو دنبال کنین، لایک کامنت هم برامون بذارین. عشق من این بچه‌ها، برو بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اوکی بچه‌ها اینو بعد بگیریم. پرهام گیم اسپورت یه چپ من اوری کلا داشت. پرهام گیم اسپورت بابا بنازم، همه پرهامان، همه بومراما. خب اینم بود از این جوابی که پرهام گیم پلی بهمون داد. چند اصلیم 1700 تا دلار بود. شما ایستاده دست بزنید، من حالا نمیتونم. 10 دقیقه واسش دست بزنید. 10 دقیقه گفتم 10 دقیقه من میزنم دستا، فکر نکنید نمیزنم. واسه تایمر بزنم که من دست نمیزنم. 10 دقیقه یه 10 دقیقه گذاشتم. 10 دقیقه رو کامل واسه دست میزنم. مهمه که پرهام گیم پلی بزرگترین آپاراتور دنیا. امروز من کردیم و من باعث شد که دارم اصلا زبونم گرفته. زبونت میگره اینجوری حرف میزنی؟ چقدر سیب زمینی سرخ کرده دلم میخواد. برای درست کردنش چیز زیادی لازم نداریم، فقط یک عدد سیب زمینی به این اندازه. در قدم اول باید بشونیم از سایز متوسط که تقریبا همتون داخل ویدیوی خلال دندون دیدید. اسم این قسمت آپاراتگردی بذارم تشکر از آپاراتورهای مهربان. سیب زمینی سرخ کرده؟ اصلا چی هست؟ تو رو خدا برید ثبت اختراع کنید. گوردون رمزی باید بیاد از شما یاد بگیره. یه 10 دقیقه هم واسه شما دست بزنیم. سلام، بریم که این ناخونو یه کاشت خوشگل بلند بزنیم براش. اول از همه که مانیکورش انجام میدم، اول سمت چپ بعد سمت راست و در آخر من اینو دانلود نکردم که خیلی راحت مانیکور یا قیچی بشه گرفت. من اینو دانلود نکردم، من بیگناهم و من اینو دانلود نکردم. افسرده است بچه، افسرده است. من میدونم چرا افسرده است. به خدا من به خنده میکشمتون، تو رو خدا. ساعت چنده؟ 9 صبح. میخوام برم کجا؟ مدرسه دولتی. حالا
فکر اصلا شاید آنلاین باشه به احتمال خیلی زیاد. چرا الان که باید پول بدیم؟ اونور دعواه، اونور دو تا محله دارن با هم دعوا میکنن، بعد تو اومدی کلاس اول؟ نه که با معلم کلاس اول. خب ثبت نام کنم با خانم کلاس اولم با هم دوستیم، با هم دوسته و معلم خصوصی. بله به خاطر اینکه میخواد بره مدرسه ناراحته، افسرده است. خوش اومدی به پارت اول جام جهانی. البته با دو تا جام جهانی چی؟ جهانی نوکرم. خب شروع کن. خب پابجی بهتره یا کال؟ نه خوب کالاف یا پابجی؟ حالا اشکال نداره میپذیری. تو چی؟ من که فیفا 2027. اصلا فیفا 2027 نیومده. آقا باشه میپذیریم. شما تو کامنت ها بگین کدوم برنده است که بره مرحله بعد. یه نکته رو بهتون بگم بعد حالا بریم ادامه ویدیو. این تک تک این افرادی که پیدا میشن خیلی سخت پیدا شدنش. نگاه کن الان ما خودمون الان اینا ضبط شده بودن، الان میخوام برم تو خود آپارات. ببینید خب میبینید اینا چیزایی نیستن که من ببین اینا این حتی اینم هست، اینم هست، اینم هست. اینا که همه بهتون نشون دادم کل آپاراته، کل ویدیو شورت آپاراته، یعنی اکثر ویدیو شورت آپارات اینا میشه. یا حالا اون آپاراترهایی که خب من میارم بهتون نشون میدم و تعداد این آپاراترها کمه و ما خیلی سخت اینا رو واسهتون پیدا میکنیم. واسه همین شما وقتی خودتون بخواید بگردید اینا پیدا نمیشن. پس وقتی آپارت گردی ما رو میبینید دارید یه محتوای فیلتر شده خالص نگاه میکنید. از هر 100 تا ویدیو شورت آپارت یه دونه از اینا پیدا میشه. خب من یه دونه ها رو میارم به شما تقدیم میکنم. جلوگیری میشه از اینکه شما وقت بذارید و زمانتون رو از دست بدید، همین که اینترنتتون رو از دست بدید. بالاخره آپارات اندازه یوتیوب مطمئن باشید اینترنت مصرف میکنه. خدا شما دوستان عزیز، من پرام هستم و بچه ها چطورین؟ سلام بچه ها خوبین؟ سلام بچه ها خوبین؟ آقا امروز اومدیم با تاها و ماهان گیم پلی که البته کانال آپارات ندارم. چجوری کانال آپارات ندارم ولی بهشون میگیم ماهان گیم پلی؟ وقتی کانال آپارات ندارن چجوری لقب دارن؟ کلی ویدیوهای خفن قراره که با هم آپلود کنیم چون دیگه تو جنگیم. آقا واکاکو داریم اینجا، لومی میوه‌ای داریم اینجا و یه دونه لبوبوی کوکاکولا که میخوایم بریم با هم آنباکسش کنیم. آقا یه شما توضیح بدید در مورد اینا. هر چی خواستی در مورد این پک ها توضیح بده که کدوم رو انتخاب میکنی از بین این سه تا. اول از همه سلام بر همگی و خوشحالم که امیدوارم در از ویدیوی خوبی باشه و هر چه سریعتر این جنگ تموم شه. فعلا که تو روز 14میم آمریکا فعلا چیزی نزده. سیاستمدار بچه این ویدیو تحلیلگر سیاسی هن اینا، فکر نکنید اومده آنباکس لبوبو حالا نظر ماهان رو بپرسید. سلام بچه ها خوبین؟ من دوستم چه سالم باشین. الان من دوست دارم همین اینو باز کنم. خب ماهان اینو باز میکنه، من و تاها اینو باز میکنیم. به اون بدبخت اول میکروفون ندادید؟ شما دوتا لاشخور میکروفون ها رو برداشتید، بعدش هم لبوبو واقعی خودتون برداشتید یه دونه کاغذ دادید به اون چیه که آنباکس بشه؟ اونو برید مغازه میخرید؟ اگه اونو برید مغازه بخرید من به شما 1,000,000 تومان میدم. اصلا یک مغازه پیدا بشه از اونا بفروشه از اینا.
من بهش 1,000,000 تومان میدم فقط ببینم تو اون چیه. به خدا کاغذه روی یقم. خب آقا با این قیچی تا جان تو زحمتش بکش. نه شما برم دیدی؟ میخواست میکروفون رو برداره بعد بهش نداد. اوکی دیدی دوباره میخواست ازش بگیره بهش نداد. چی؟ آقا 3 تا داره، 3 تا گزینه داره. یه دونه اولیشه که لبوی قوطی لبوی شیشه‌ای و یه دونه سکرت. اینا سکرت دارن بچه‌ها، سکرتش برای اون بزرگاست، لبوی انقدر دریاست. ولی اینا سکرت دارن که دستش مکدونالده. بریم سراغ آنباکسش. خدا چی میتونه باشه؟ چی میتونه باشه؟ وای من آنباکس کردم من. بله 2-3 ماه پیش. اسکولمون کردی قبلا آنباکس کردی به دوباره. ما اینو قبلا آنباکس کردم من. بله 2-3 ماه پیش. فکر کردید من میمونم تو این ویدیو؟ اسکولم کرد. 4 دقیقه ویدیوشو داشتم میدیدم اسکولم کرده بود. نتونستم اون ویدیویی که بهتون گفتم و بذارم چون موقع یه کاری برام پیش اومده بود. حتما فردا براتون اون ویدیوها رو میذارم. لایک و ساب فراموش نشه تا ویدیوهای بعد. خدافظ. قبلی که در مورد کچل کردن یوتیوبرها بودش حمایت خیلی زیادی شد و شاید باورتون نشه از اون همه کامنت تقریبا نصف کامنت ها این بودش که خودت هم کچل کن و این کامنت اول واقعا پشمریزون بودش که 1000 خورده تقریبا لایک خورده بود. میگفت خودت هم کچل کن. امروز من الان یعنی دادم به هوش مصنوعی منو کچل کنه و الان در حال آماده سازیه. خب آماده شد و بریم ببینیم که چه شکلیه. فقط ممنون میشم قبل از اینکه ببینیمش با لایک و کامنت از من حمایت کنی. فقط به خاطر اینکه خیلی درخواستا بالا بودش گفتم ناموسن دیگه لایک کنید، از ما حمایت کنید، ما زحمت کشیم ما آپاراتورا. قد زحمت کشید، خیلی زحمت کشیده. عکس دادید به هوش مصنوعی کچلتون کنه. یعنی شما رشته هوش مصنوعی خوندید این چیزا رو بلدید، ما که بلد نیستیم. شبیه همین کچل کردن و این داستان است که کچل کن دیگه. اینم از جواد یه سلام بده، یه بوس بفرست. سلام. خب بزنیم ببینیم چه شکلی شده. یعنی نزنیم به نظر من بهتره. همینجا ویدیو رو پایان. نه گفت آقا چرا کلم شبیه هندونه است؟ خیلی شبیه هندونه. ابروهام هم بردارید قشنگ میشم سرطانی. زشت که بالاخره به کسی که سرطانی تیکه بندازی. سرطان یه بیماریه که مثلا شما سرما میخوری کسی میاد به شما اصلا ولش کن. خیلی کارت زشت بود، خیلی کارت زشت بود. و آخرین ویدیو و آخرین ویدیوی این ویدیو اگه هم از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اگه هم دوست داشتید مثلا نظری داشتید در مورد اون حالا ویدیوها کلا تو کامنت ها بنویسید. اگه واقعی تا همین جای ویدیو دارم همین جای ویدیو رو دیدید یه بوست کنم. بوس پروانه‌ای بلدید؟ بیا براتون بوس پروانه. تا ویدیوی بعدی بای بای. خداحافظ دیگه. برو دیگه.